راهنمای جامع ترجمه رسمی مدارک تحصیلی. اگر قصد ترجمه رسمی مدارک تحصیلیتون رو برای اپلای و مهاجرت دارید، باید بدونید که ترجمه این مدارک پیش نیازهایی داره که بی توجهی به اونها ممکنه براتون گرون تموم بشه و شاید حتی فرصت دریافت پذیرش تحصیلی رو از دست بدید. در این ویدیو سعی شده تا تمامی موضوعات مهم مرتبط با ترجمه رسمی مدارک تحصیلی نظیر دانشنامه و ریزنمرات دانشگاه‌های مختلف رو مطرح کنیم و به سوالاتی که در این مسیر با اونها مواجه خواهید شد پاسخ دهیم. آماده سازی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی. اگر فارغ التحصیل دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و غیر انتفاعی هستید، باید توجه داشته باشید که پیش از اقدام برای ترجمه رسمی مدارکی مثل دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد، پیش نیاز اونها رو فراهم کنید. برای ترجمه رسمی مدارک صادر شده از وزارت علوم، لازم هست پیش از ترجمه فرایند آزادسازی و لغو تعهد رو در سامانه سجاد به آدرس اینترنتی www.portal.saorg.ir انجام بدید و بعد از این مرحله در همین سامانه مراحل دریافت کد صحت رو طی کنید. فراموش نکنید تا زمانی که کد صحت مدارکتون رو از این سامانه دریافت نکنید، دارالترجمه اجازه ترجمه مدارک شما رو نداره. آماده سازی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد. برای ترجمه مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد لازم هست تایید سازمان مرکزی رو برای مدرک تحصیلیتون دریافت کنید. اکثر دانشنامه‌های جدید دانشگاه آزاد هولوگرام دارن. برای ترجمه این دانشنامه‌ها باید اول به سامانه جدید استعلام مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد به این آدرس www.istelam.iau.ir مراجعه کنید و تاییدیه مدرکتون رو دریافت کنید و این تاییدیه رو به همراه اصل مدرکتون به دارالترجمه تحویل بدید تا فرایند ترجمه و تایید مدرکتون انجام بشه. اما اگر مدرک شما قدیمی تر هست و هولوگرام نداره، لازم هست با مراجعه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تایید اونها رو برای مدرکتون دریافت کنید. نکته مهم این که اگر قصد دارید تاییدات دادگستری و امور خارجه رو هم برای ترجمه دانشنامه دریافت کنید، لازمه اصل ریزنمرات رو هم تحویل دارالترجمه بدیم. به این ترتیب زمانی که برای دریافت دانشنامه از دانشگاه آزاد اقدام می‌کنید، برای دریافت ریزنمرات مورد تایید سازمان مرکزی هم اقدام کنید تا در فرایند ترجمه رسمی مدارکتون مشکلی ایجاد نشه. آماده سازی مدارک تحصیلی وزارت بهداشت. برای ترجمه مدارک تحصیلی صادر شده از وزارت بهداشت نیاز به مهر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارید. برای دریافت این مهر باید با مراجعه حضوری به سازمان وزارت بهداشت مراحل تایید مدارک انجام بشه. برای ترجمه مدارک رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد هم لازمه علاوه بر مهر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، تایید وزارت بهداشت هم دریافت کنید. ترجمه رسمی مدارک تحصیلی. بعد از آماده سازی پیش نیازها لازم هست که برای ترجمه مدارکتون به یک دارالترجمه رسمی معتبر مراجعه کنید. برای پیدا کردن دارالترجمه‌های رسمی معتبر یا برای راهنمایی در مورد پیش نیازها و غیره میتونید به سامانه رسمی آنلاین مراجعه کنید و با انتخاب شهر و زبان مورد نظرتون از انگلیسی و آلمانی گرفته تا ایتالیایی و ترکی استانبولی فهرست کاملی از دارالترجمه‌ها، آدرس، تلفن، واتساپ و سایر اطلاعات تماس اونها رو پیدا کنید.